با تشویق ترغیب دعوت میکند. خب شویده قلندرова با یک تکی سفید در اکران های ما و شماست که بر مقابل بانوی جمهوری اسلامی ایران دنیا آقایی رو سنجی میکند. دنیا آقایی خیلی البته بانوی پرقوت است در مسابقه های بین المللی که در تاجیکستان برگزار می شود. بارها شرکت نموده است، موفقیت را هم به دست آورده است. اکنون شویده می تواند که یک هنر ارزنده خود را در نزد مخلصان نشان دهد. این هم در وزن 70 کیلوگرمی بانوان است. مرحله نیمه مرحله چهار یک نهایی شویده قلندرова سفیدپوش است و دنیا آقایی باشد با لباس‌های سبز یا یک تکی سبز رقابت رو شروع کرده. شویده قلندرова را مخلصان خیلی خوب میدانند، میشناسند، زیرا او خیلی بر وقت با گوشتین ملی رو آورده بود. در مسابقه های میدانی هنر شایسته نشان میداد که بسیاری وقت با پسران دست به گریبان میشد. اکنون همان تجربه ای که شویده کسب کرده است میتواند در اولین چمپیونات جهان اسم خود را در قطار بهترین ها ثبت نماید اگر از این مرحله به دور نیمه نهایی گذرد. ولی چنین به نظر می رسد که حریف او بسیار تجربه دیده و با یک مهارت بلند هنرنمایی می کند. مخلصان هم البته صدا می کنند به خاطر شویده و این نقطه اساسیه که مخلصان از اینجا روح بلند میشوند. از اینجا چون سعدی اسماعیلوف آنها را دعوت میکند با تشویق پهلوان خودی. با سمت چپ اگر توجه کرده باشید دنیا آقایی بسیار به طرف چپ گوشتین گیری میکند. اکنون به خاطر خم گوشتین گرفتن با قامت خم آگاهی به شویده قلندرова بانوی ما داده می شود. خب در مجموع ما قبلا هم دوستان عزیز گفته بودیم که بسیار هم آن دستگیری و توجهی به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در سمت جهانی شدن گوشتین ملی خیلی زیاد است. دستور و سفارش ها دادن و سرپرستی و توجه و نگاه علاهیده داشتن از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی. واقعا هم ببینیم که فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان و دستاورد بزرگ نایل گردید و ما اکنون بار اول توانستیم که با اشتراک بیش از 62 کشور جهان این مسابقه بانفوز را در دوشنبه عزیز میزبانی کنیم. البته ورزش های هستند در جهان که امروز حتی شامل بازی های المپی هستند، در سطح جهان پذیرفته شدند، اما تاریخ چندان کهنی ندارند. ولی گوشتین اجدادی ما بسیار هم تاریخ بای و غنی دارد
که احیای آن معرفی آن در سطح جهان از تاریخ بایوغانی و تاریخ کهن داشتن مردم تاجیک دلالت می‌دهد. شایده سری زانو نشست، پرتاف نمود ولی خوشحالی میکند، اما این خوشحالی در دوام نمیکند چون که الکی داور امر استید گفته بود. اما پهلو بهاگذاری کرده می شود بر جانب شایده قلندر و بله پهلو چون جا یک اشاره هم بود از جانب داور، ما به همین خاطر گفتیم، اما الکی در ثانیه های آخر پهلو بر جانب شایده. بله این حالت تفتیش کرده می شود، سنجیده می شود. اگر توجه کنیم پرتاف البته که از روی آن گلیم زرد بود، همه چیز از روی قاعده بود. پرتاف ولی هم از روی قاعده است. امتیاز پهلو با شایده قلندر و در ثانیه های آخر، اما او اکنون میتواند که فقط دفاع کند، نگذارد حریف را که برای پرتاف کردن موقعیت پیدا نماید. اما اکنون شایده قلندر و با مرحله نیمه نهایی برای خود را هموار میکند. اولین بانوی خواهد شد که نخستین شده از میان رولدختران تاجیک با مرحله نهایی نیمه نهایی این مسابقه می رود. البته در همین ثانیه های آخر با سر زانو نشستن و پرتاف کردن برای شایده قلندر و بسیار هم وضعیت موافق را به میان آورد و او توانست که امتیاز پهلو را صاحب شود و برای خود را به مرحله نیمه نهایی هموار سازد. توجه میکنیم با سر زانو نشستن و آن فشاری که تا به آخر داشت شایده قلندر و چون میبینیم چگونه یک صدا میبرارد، یک خوشحالی هم به خاطر این مظفریتش. مولودا دینایو هم اینجا به خاطر موفقیت شایده خوشحالی میکند. بانوی دیگری ما که در گوشتین البته هنرنمایی میکند.